جایی که خواهش داشته باشد همون رفته فرزندشم یا خودشم گرفته بتونه. یعنی این برای معیوب برای گرفتن نفقه او مانع نشود. چون که در دوره که من اگنتی نظارت مالیه و کرپسیون شما را تفتیش کرد، من یک ماه 2 ماه 3 ماه یک قسم مردم نفقه گرفتن نتوانستند، که اونها اینا فهموندن اعلام کردن. همینم مثلا دشواری است. آدمی است که فقط با نفقه زندگی دارد، با نفقه زندگی دارد. و مقصد من چی است؟ ما زیاده 350,000 یا 360,000 همین نفقه خورامون نفقه خیلی پس میگیرد. نفقه ای که به سبب استعمالی ما برابر حتی شده نمیتوند. این برای یک نفر. یعنی وقتی که شما پیشنهاد ها میکنید برای زیاد کردن نفقه، من ماه سپتامبر زیاد شوی نفقه میشود، خواهش میکنم یک تحلیل کنید اون چیزی که در وقتش ما در این باره میگفتیم. یعنی اونهایی که تا سال 1994 نفقه بر اومدن 200 سامانی میگیرن، آخه 200 سامانی میگیرن. این موی سفید ها هستن حلقه، اونهایی هستن که با اونها نفقه در کار حاضر 600 800 تخمینا که دارووری خرن. خیلی یک آدم بعد 70 و 80 کسلی میشود. یعنی اونها محتاج هستند. خوب است که من با وزارت تندرستی است این مسئله یک جا این مسئله حل میشوند. برای همین ببینید که کاتگوری های ببینید که اونهایی که نفقهشون پستر است، من اونجا تخمینا در اول ببینید یک تخمینا 50,000 یا چند هزار نفقهشون از 1000 زیاد هست و دیگر همه پستر است. و امروز هم نفقه‌ای که میگیرن مردم اکنون دیگر همون تخمینا چند است 624 بود. من همون از 600 از محدودیت ما 624 است. خیلی من 700 میشود 700 چند میشود، از این زیاد نمیشود. 600 گرفتید شما؟ بله. یعنی اکنون من قانون نفقه که با کار می درآید با اون شما مشغول هستید، من سفر علی نجم دینیش مشغول است، باید که از سال 17 تخمینا این مسئله حل شوند و ما در فکری برداشتن محدودیت شوند. محدودیت که برداشته شد کسی چی قدری که معاش میگیرد از همون نفقهش تعیین کرده می شود. در این حالت یگون ناراضگی یا یگون سوال مثلا زیادتی پیدا نمی شود. برای همین گپ در باره معیوبان که رفتم بسیار خواهش دارم از نام همه وکیلان که بسیار با دقت دیفرنسیاسیون باید باشد، با دقت باشید.